بچه سلام، چطور؟ خوش آمدید. سلام برای بکس، خوش اومدید به یک ویدیوی دو بازیهی بچه‌ها. امروز اصلا نگاه کردی جفت بازی آره جفت بازی هم برای پرسپولیس. امیدوارم هر چی که خیری باشه بچه‌ها و امروز من پاره پوره نشم. جفتش هم ببازیم و حال کنیم بچه‌ها. تا جایی که بازی پرسپولیس شروع شه روی این بازیم، بعد میریم رو اون بازی. فقط گلاشو میایم اینجا. دیگه بازی پرسپولیس کامل میبینید تصاویر رو، ولی خب اینجا هی میره میاد. یا خدا. او مای گاش. مارکوس راشورد، اکسل ویتسل، اکسل اکسل 405 یا پراگه نمیدونم. مرسی لامیل. یامال شامگاش خوب شد. بله شرمگاش، ببخشید میگم شامگاش. شرمگاش خوب شد. بچه‌ها اکسل ویتسل 36 ساله و بلیند 35 ساله الان در ترکیب خیرونا هستن و نمیدونم چرا فوتبال خدافظی نمیکنن. تموم کنه. دوست داره بازی. اون رونالدو تو 40 سالگی فوتبال بازی میکنه. اون میخواد برسه به 1000 تاخه. یامالو یامالو چقدر خوب واقعا کارش درسته. اگر نه اینو ببین انگولکش نکنن، کله انگولکش نکنن، هی موضوع میشه مسی رئال مادرید. نگاه چه دیدیم دو طرف این تن. بیشتر چرا اینجا هولش داد؟ کیو؟ اون یامالو. باری کرد. تصاویر بچه‌ها از مبدا مشکل داره. تصاویر ما خوبه چون بازی پخش زنده نداره رسمی، نه ورزش نه بارسلونا گل امروز اینترنت اگر ما رو نسابه بچه، ولی شما بسابید. آره ساب بکنید، کامنت بذارید بچه، تا میتونید کامنت بذارید. اینترنت قبر پدر اینترنت بکنن. دیاگو جوتا ژول کونده، بعد به کونده است اسم اصلیش. چی ببخشید خیلی بد شد، ببخشید سانسور میشه بچه. آره بچه این خیلی بد شد. بده پایین پدری بده 6 بگیری دیگه بی پدر. لامیله برای پدری و توی دروازه آلابا. کار دیدنی پدری. امروز میخوام همه بازی‌ها رو ببریم. نمیگم تو لیگ اسپانیا بتونیم ببریم دیگه، تو لیگ برتر خودمون که ته جدولی. چه ربطی داشت اینو من؟ هیچ همینجوری گفت. مرسی آقا پدری. سرت 50 تا آدم صف بسته بودن یه دونه فلج نتونستن من بگیرن. معتقدم پدری و والورده قشنگ میتونن جایگزین خوبی واسه مثلا بازیکن قدیمی باشه. لنزای دوربینش اوکی بود، الان قشنگ داشت. آقای فران تورس گورشو گم کرده اونجا. اولما هم بود، چقدر حرکت کنده خوب بود. آره قشنگ جا گذاشت. داور پاره دوستت دارم قربونت بشم. خاک تو سرتون نتونستین یه دونه دروازه رو نگه دارید. آقا بزنین این بارسا رو لوله کنید. تیم دست و واسه اصلا نیست ثابت بگم یعنی مثلا تو لیگ اروپا بود، تو لیگ قهرمانان هم بود، یعنی جزء 4-5 تا اول. عجب گلی. اکسل کمک. چه برگ ای چیزه به خدا. 36 سالشه. وای یعنی من گزارش کرده بودم حتما اکسل ویکسل برای دیگه. نه آفساید نبود. بریم الان 10 دقیقه دیگه شروع میشه پرسپولیس. شزنی بار گم شد. شزنی سیگار نکشید، گل نزده. گارسیا رو بردارید بیارید. گل نزده. چقدر خوشگل زد. ولی نخورده بود، زمین گرفته بود. خورد زمین شد دیگه. بازم دلم گرفته. یا چی افتاد؟ یه مساوی. ای ببره این، ای ببره. تیرونا اینقدر تیم بدی نیست. بچه برو. ای وای پاس بد انداخت. وای بزن وای. این کنده یه دونه حرکت خوب انجام داد، بعدش دیگه گند زده. کنده دیگه تمام شد. رشورد زبرو. چرا تو صرفه کردی؟ من نوز کشید آب برای تو که چیه؟ منم همونجوری جاقه کشید. خیلی کاشتم. یعنی این دومی شد مسی ها میافتم. بچه‌ها بریم اونور پرسپولیس شروع شد. خوش اومدید بچه‌ها. اونور که 1-1 با 3 دفاع بازی میکنه خیبر واقعا. مگه لیگ ایتالیا 3-4-3 ما همینجوری بازی میکنیم. من طرفدار سرسخت خیبرم. تو طرفدار کی نیستی؟ من طرفدار آقا از هر کدوم یه قاشق. یعنی
آفتاب پرست اینقدر رنگ عوض نمیکنه. آقا خیبر امشب میبره. چند میشه؟ به نظر چند میشه بازی؟ بگو دیگه. چرا دارم فکر میکنم. فکر میکنی؟ من میگم یعنی اینقدر شک داری به بازی پرسپولیس و هاشمیان و این هاشمیان 3-1 پرسپولیس. امروز قراره ما بد ببریم بازی رو. امیدوارم که اونور بارسا 3-1 ببازه، اینورم 2-1 اینجا خیبر ببازه. ببره. من میگم 2-1. ولی اصولا لیگ ایرانه، یعنی 1-0 میشه به نفع یکی. اینو بهت بگم. ولی خب میگیم ما نظرمون رو میگیم. من 2-1 نیمه دوم واسه ببینم تو ویدیو قبلی ادیت زده بودی به خود امتیاز بیشتر داده بودی برای چی؟ شانسی همه چیز زده بودم همینجوری. بچا امتیازات از این به بعد اون گوشه‌ها میاد دیگه. آقا بگو دیگه هر کدوم امتیاز با به خدا از 1281 از کجا آوردی؟ من 1100 تا. نه من 1200. بله برو نگاه کن. 200 زدم. بله. با من 2 تا دونه اختلاف زده بودم. آره. آقا من 100 تا اختلاف امتیاز از کجا میاد؟ اصلا چند حساب می‌کنی؟ بوندسلیگای فوتلاس بچه‌ها عوض میکنه. این اشتباه چاپی بوده. و آمارا رو از این به بعد گوشه میزنیم دیگه بچه‌ها. خیبر دوست داشتنیه. برو پرسپولیس. برو آقای هاشمیان دیگه اینجا. آقای هاشمیان اون چرا مه اونجا انقدر دوده؟ نه دود اول بازی زدن. آقای هاشمیان با احترام برای لورای عزیز که خیلی دوستشون دارم، واقعا وضعیت وخیمه. ما باید ببریم. باید چون دیروز ما بردیم. ربطی نداره. ما بردیم شما نبردین. ما بعد از 6 هفته بردیم بالاخره. آقا ما اقرار میکنیم 6 هفته ما نتونستیم. بچه‌ها ساپینتو نبود به خاطر همین. روزی 7 مرتبه صلوات بفرست. بله خواستم همین فقط اشاره کنم. باشه نداره. اونو نمیگن که الان ما صدریم شما 8 جدول. به نظرتون من الان گوشیم الوصل یا نه؟ نه نسله. او داریم صحبت میکنیم با درگیریم حمله شدید. بله. این چرا این بازیکن ازبکتون رو نمیندازین تو؟ واقعا من نمیفهم اصلا هست. اگر فلج وایس اصلا نمیدونم. اگر فلج سقط شده بندازیم بره بیرون، یه بازیکن خوب بگیریم بیاریم. نه کلا بازی رو جذاب کنیم. شما در مورد تیم خودت صحبت کن. ما اکرم عفیفو داریم، منیر حدادی رو داریم، آسانی رو داریم، آشور ماشور رو داریم. اکرم عفیف ولی اکرم عفیف کجای تیمتونه؟ همونی که میزنه دیگه آقا سایش هست. اکرم عفیف دیدی باشگاهشون رو تکی برد جام جهانی. این وسط چی بود اینو گفتی؟ من نمیدونم. یه لحظه یادم افتاد اون که اکرم عفیف تک و تنها نبرد عزیزم. گلار یکی دیگه زد ولی چیزو اخراج کردن. چی اسمش این کی بود خدا میگفتن؟ مثل وحشیا زد. خب آره دیگه. بازم دلم گرفته یه گل بزن خیبرم. آره. یه جوری اصلا حالم داره به هم میخوره از این وضعیت. لباس خیبر رنگ سبزه. دایی داریم واقعا دیگه. الان دیگه مغزم درد میکنه اصلا. این کوری خوندنت نه من کاری ندارم. دارم میگم اینا شانس میاره. آقا کوری دیگه داره از بافت منطقی خارج شده. فقط داری چی میگی؟ علی پور یه غلطی بکن. باری کلا علی پور خودت. الان علی پور خاموش میکنم دیگه نتونم، چون این شوتاش یه ذره سنگینه. سنگین خوبه. بله آقای رحمتی نوکر تیم. خیبره قبر پدرت لعنت. کی بود اونجا؟ خیبره هاشمیان خداحافظ. چرا اونجا انقدر خالی گذاشته بودی؟ ورزشگاه منفجر میشه. انگار که یه دونه هایپرسونیک زدم وسط ورزشگاه دروازه پرسپولیس. خدایا نوکرتونم. خیبر تسلیت عرض میکنم. اما یوجیب چه لایق بود. 2 تا بازیکن با هم دیگه خیانت کردن رفتن. حالا خوب یا بد. حسینی از اون ور رفت داره اونجا گل میخوره. این ورم نیازمند از سپاهان اومد پرسپولیس داره گل میخوره. کجا گل میخوره؟ وای تو رو خدا درست کری بخون. 2 تا بود دیگه اول بازی. هفته اول بازی دیگه. الان من چیز ندارم. بازم دلم گرفته بازم اختیاری نیست. بازم ابرقویی
برقویی اومد اختار گرفت. برقویی که دقیقه 27 گرفت. راست میگه اون چیز براجعه بود. راست میگه. اصلا قاطی کردم. نداره آدم گل میخوره قاطی میکنه. اصلا ببین الان بچه‌ها تو اول بازی میگفت که ما مثلا هفته از در مورد هفته صحبت میکنم. الان اینو میگم اون گذشته رو گذشته. ول کن اونو. آره اون 2 تا ستاره هم گذشته. نه اون دیگه ثبته. بازی رو ما داریم میگیم. ننگ بر تاریخ استقلال باقی مونده است. باشه آقا شما میگی ننگ باشه ننگ. اینا چرا یه جوری ان؟ صف بسته اونجا داره دعا آقا خوش اومدین قدم رنجه فرمودین جلو مسجد وای میسا قدم رنجه فرمودین زحمت کشیدین گل زدین به ما دمتون گرم. بله آقای معصومی برو یه گل دیگه بزنین. حمید معصومی نژاد کرج بابا بده بره دیگه. بده خیبر ماشاءالله همینه. برو بالا سروش. ضد حمله پایین ماری کلا گند زدم. این پایین بی فوما رو بده. ماری کلا او یه ذره سریع بریز باکیچ شوت عالی باکیچ نمیذاره. کم از کنار دروازه خیمه زدیم جلو دروازه بچه‌ها. این ایرانی ام نمیتونم فوتبال ایرانو بذارم کنار وگرنه مغزمو دارن میخورن واقعا. اصلا سطح بازی. آقا چرا هاشمیان عوض نمی‌کنن؟ آقا ولش کن اصلا این موضوع مطرح نکن. باکیچ بده دیگه بابا بده بره. تمام بازی تمام شد. تمام بچه‌ها دمتون گرم بچه‌ها. بریم واسه نیمه دوم برگردیم. 2 تا تیمام پر زدن. بریم برگردیم. سلام بچه‌های عزیز. برگشتیم به نیمه دوم جنجالی ترین بازی. نمیدونم چرا گفتن جنجالی برای هاشمیان دیگه. به نظرت هاشمیان میره یا میمونه؟ نمیدونم. به هر حال با اینکه آدم با شخصیتیه ولی اصلا فوتبال گرگ صفتی ایران به دردش نمیخوره. یا اول بابا اون چی بود دادین؟ معصومی از همون ارسال کوتاه مخالف محمد و فرصت همچنان باشه خیلی خوب داره بازی میکنه. خطافه است. قبر پدرتون با اون بازیتون بابا. سگ میکنید آدمو یه چیزی فوشو بکشه به جد آباتتون. فکر کنم هاشمیان بای داره اون شخصیت هم میزنه بیرون که نباید بزنه بیرون. بچه‌ها اون زمان مثلا 15-16 سالگی که فوشو میکشید دیگه. بی پدر مادر بزن دیگه. عربده میزد دو روز بچه‌ها خروسک میگرفت. سروش به در نمیخوره باید بندازه بره. مثلا سروش رفتی تموم. 2 تا بازیکن وای لعنت به این شانس تاجی. وای چه برگردونی زد. ببین تلس یه دونه کاریکاتور دیدم که بچه‌ها ساپینتو رفته بود یارای اونایی که محرومن اونا رو برده بود توی جزیره‌ای داشت اونجا بهشون درس یاد میداد. اینم باید هاشمیان ببره توی یه جزیره یه چند تا رو یه ذره آموزش بده بهشون. پرسپولیس مرسی. چی شد؟ اون حتما بارسلونا گل دومو زد دقیقه 90 انوم 2-1 برد که حتما یامال هم زده. نه یامال که تعویض شده بوده. آره اوخو میگه اوخ بچه‌ها به ترکی میشه تیم کما. خب برم یه لحظه اونور بچه‌ها ببینم گلش هست بذاریم. بریم اسپانیا برگردیم بچه‌ها. خب بچه‌ها اومدیم توی لیگ اسپانیا. سوار شدیم هواپیما رو اومدیم اینجا. ببینم آره اوخو دقیقه 93 یه دقیقه مونده بود تموم شه. خیلی دشواره بازی راکه فردا شب لامیله ورزشگاه منفجر شبانگاه ها سوسک اومد خونم. ولی مردونه جنگید خیرونا. اومدی باخت سرورتو ببینی؟ بریم اون بر بچه ها. خدا استون بیا بالا دیگه پسر. اصلا توفو نمیتونن رو پاش بچن. اردو ندارن. امید چقدر خوب کار کردن و کورنر. خیبر نزن گلو بزن گلو. نداره قصه نخور عزیزم. گل میزنین سال بعد. بچه ها بریم برای گل دوم خیبر.
من چند گفته بودم؟ نگفتیم نیمه دوم. من نیمه اول فکر کنم 2-1 گفتم من. اصلا مهم نیست. باشه شما 2-1. تو گفتی 3-1 پرسپولیس. یا اول یعنی پرسپولیس اینقدر میتونه آیا هاشمیان؟ یهو برای دروازه‌بانم شاخ شده. دیناربند کویتمن پرسپولیس تازه دقیقه 60 راه افتاده. یا ابوالفضل اون چی شد؟ مار اونم که نشسته. همش 10 دقیقه میافته زمین بابا. مار نشسته. دوربین جا. دوربینم که فوق العاده است. Welcome to Iran. 4K مناطق محروم. داد میزنن گل میخوایم. وای وای. نرفت. یارو پیش اونجا یه حسین کنانی زادگاری یه چیزی جور دیگه شنیدم. آره. وای دهنتون رو سرویس مگه میشه؟ کجا تو بازی قبلی رو میگی؟ اب نداره. قصه نخور هستم. بچه‌ها یه انرژی بدین دیگه به ریسن. داریم این بازی انرژی بدین. اصلا موقعیت خوبی نیستم و یعنی واقعا اصلا میام بچه‌ها استرس گرفته نه بود اصلا الان. استرسی نیستم عصبانی ام کاملا. یعنی معلومه دیگه آدم تیمش به بازه. سعی کن زیاد چیز نکنی با من. چی میگن؟ مبادله کالا به کالا نکن. مبادله جدالی نداشته باش. برق آفرین از همین شوتا بزن. ما منتظر شوت من نه ولی خدای شوتای چیزا دوست دارم من. ما دفاع چپ تیم ملی مثلا خوبشونه. اونم میشه وضعیت تیم ملی مون. اونم ساپینتو گند زده بود. ساپینتو چی بود اون؟ سپانتو روی نیمکت پرسپولیس موقعیت باز میشه. ضربه سر امید آلیشا باعث میشه تا فعلا گلشی بشه. ارسال عالی، ضربه سر دیدنی و گل تماشایی امید آلیشا. بابا با آجر میزدی و میرفت دیگه. و پرسپولیسی‌ها به بازی برمیگردن. هاشمیان آب راحت میگن میخوری ولی آبو مساویشه ببازن هر چی بشه شما جایی نداری در ولی پرسپولیس. عجب سونتی که فمپرسی باشه. فمپرسی پاشو جمع کرد. آره این بچه‌ها دیدی شیر مثلا چای میخورن دو نرمکی این رو هوا اینجوری موند اصلا آره. یه چند ثانیه. اورونوف خیلی از پاش میترسه. بابا بنده خدا 24 سالشه این همه مصدوم شده. چه پوسیدو علی پور رو دروازه. وای 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 چی شد اونجا؟ خطا. وای سرم دیگه داره گیج میره حالت تهوع دارم. رحمتی دوست داریم. رحمتی استقلالی جلوی یه استقلالی داره بازی میکنی. یعنی بعد 96 دقیقه یا دو فد نه استقلالیه. خب دیگه باشه داریم. آقا من میخوام کری بخونم. آخه بابا مگه من با تو کری میخونم آخه؟ باش. من بازیمو نگاه میکنم. فوتبالی بیا صحبت کنیم. فوتبالی صحبت کن. بچه افتاده بودم این بچه ها گل. خیبر یا خیبر آفساید گذاشتم واسه. نه چه آفسایدی؟ ای آر وایسا ببینم. شاید بخوام بازی رو در بیارم برای پرسپولیس. شاید نیم تو دوربین از شما قایم بکنه. به قول خودت بازی پیکان بود ویار میگم خاموش شده بود اون لحظه. برقا رفت یه لحظه اون دستگاه ویار خراب شد. وای آفساید نیست. ما گل میخوایم یالا. خط پرسپکتیو ولی آفساید نیست. اینجا که واسه نمای چشم میبینی. بیا اینم خط پرسپکتیو. بیا کلا آره دیگه تازه ببین داشت میکشید این ورتر ها. نه خیرم داره فیت میذاره رو پای اون. الان خیلی فاصله داره. یه پا خط پرسپکتیو اون خطم که آخرین بازیکنه اونم باید بکشه. قرمز هم باید بکشه. آه گله. وایسا. بله پر کرده. بابا برو گم شو بیرون از پرسپولیس بابا. با احترام. به احترام. اون درویش پوفیوز هم بندازید بیرون. و تمام. یس. اینجوری میکردی برای من؟ اینجوری نه. عیسی مرادی دوست داریم.
هلال یارم هلال یارم نتونستی ببرید هلال یارم ما بردیم. حلال مردم اوه. لرستان. خدای خوب بازی کرد جدا از همه چیکوریا. خدا وکیل خیلی پرسپولیس هم خوب بازی کرد ولی در حد نامش نبوده. آره این همه بازیکن قوی داره. این اصلا بحث کری نیست، بحث خوب بازی کردنه. این چی میگم؟ من حس میکنم استقلال حسینی رو داد رفت آهش گرفت ما رو. اونورم پرسپولیس بیرانوند رو داد رفت آهش گرفت. آه میدونی چیه دایی جان؟ آه یعنی نامردی کردن. نه اینجوری که منظور باید یعنی یه جوری که آه کی بگیره؟ اون آه مادر میگیره. آه یه بازیکن مال یه جا دیگه، مال یه جا دیگه، اصلا به هم چه ربطی داره؟ دایی اون موقع شما 1 ساله. آره بچه اون میگفت اون بچه مثل الانی که شما تو دربی سال 95 2 سال 3 سالتون بوده. تسلیت میگم بهتون، امیدوارم که باخت آخرتون باشه، تو بازی بعدی ها ببرید، امتیاز کسب کنید و تمام. تبریک به بچهای لرستان. این سوت این بازی نبود. اولا که دم بچهای لرستان گرم، من خیلی دوستشون دارم. آجی این چیه دارم پرت میکنم واسه این دکمه اخراجه، این سوت اخراجه. وحید هاشمیان باید باشه، اخراج درویش باید نمک باشه. میریزه اینجوری الان برای روی چیز دارن نمک میریزه که بپزنش. آقا مبارکتون گم باشه. شید بیرون، برید گم شید همتون با هم بیرون. چه فوشی بدم به پرسپولیسیا. دمتون گرم بچه‌ها که تماشاگاه بارسا اونور برد. مردم ریخ. مردم کجا بود؟ بچه‌ها رو ندیدیم میگه عکس بگیریم، اما تو رو خود عکس بگیریم. یه یر به یر شد دیگه. پرسپولیس 2-1 باخت، اونور 2-1 برد بارسا. دمتون گرم. تا ویدیو بعدی. بدرود. خدا نگهدار.